استقلالی کشور توجه رهبریت مملکت به مقام زن و سطح رهبری کننده بانوان در سطح عالی روانه گردیده، در این سمت زنان زیادی خونشین صاحب گرانت پرزیدنتی گردیدند. در سال جاری 13 نفر زنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان سزاوار گرانت پرزیدنتی گردیده، از آنها 2 نفر زنان از ناحیه شغنو میباشند. محمدعلی صباحت رستم بر شناسایی پیدا نمودند از فعالیت کاری صاحبکاران از کارخانه شربت براری و کارکرد میوه و سبزیجات ساکن دهه پاشور ناحیه شغنان رخشانه ظریفبک و دیده نموده، با شرایط کاری، دسترسی به تجهیزات و مشکلات موجوده آشنایی پیدا نمود. ضمن صحبت با صاحبکار معلوم گردید که برای تأسیس کارخانه کنسرو براری یا خود کارکرد میوه و سبزیجات از جانب حکومت مملکت به طریق گرانت مبلغ 40,000 سومانی جدا گردیده، نصف زیاد تجهیزات نصب و مورد کارکرد قرار داده شدند. علاوه گردید که برای بهتر و باصفت برای گذاشتن فعالیت کاری در کارخانه همچنین جهازهای مخصوص لازمند که تا حالا دسترس نشدند. نماینده کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت ثمرناک استفاده بردن مبلغ‌های گرانتی صاحبکاران را موظف نمود تا که به مفلس‌روی و تنزل یافتن فعالیت کارخانه راه ندهند. همچنین با دیگر فعالزنان ناحیه شغنان در تالار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه واخوری دایر گردید. محمدعلی صباحت رستم مدیر شعبه اطلاعاتی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از خصوص مرتبه دستگیری زنان در تمام سمت‌های گوناگون جامعه حرف زده قید داشت که محض غمخواری و کوشش‌های پیشوای ملت است که موقع و مرتبه بانوان ما در ردیف بانوان کشورهای پیشرفته دنیا قرار دارد. پیشوای ملت ضمن هر یک واخوریشان با بانوان جمهوری دقت تمام جامعه را به بلند برداشتن منزلت زن در جامعه جلب نموده، در سمت فعالیت آنها تدبیرهای مهمی را راه اندازی می‌نماید. گفته شد که امروز برای زنان در جمهوری صاحب استقلال ما در فتح قله‌های علم و معرفت، هنر و استعداد و دیگر سمت‌های فعالیت یگان مانع وجود ندارد. زن تاجیک امروز سیاستمدار و خادم دولتی، عالمه و شاعره، دوزنده و بافنده، آموزگار و طبیب و از همه مهمش تربیتگر نسل میباشد که آینده کشورمان در دست آنهاست. در واخوری دیگر زنان و بانوان از خصوص موقع و منزلت زن در جامعه ابراز نظر نموده قید گردید که در کشور آفتابرای ما برابر حقوق زنان و مردان تامین گردیده، پیشوای ملت هرچی بیشتر روانه نمودن نیرو و خرد ازلی مادر تاجیک را برای پیشبرد انکشاف دیار زیبایمان تقاضا می‌نماید.